من صاحب موضوع اساس سال 1964 تولدم در ساکنی ناحیه شرطوز دهه وطن جماعت آبشاران میباشم. من سال 1997 در همین دهه وطن رئیس ابتدایی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه شرطوز فعالیت میکنم. اعضای نهضت در همین دهه وطن ما 10-11 نفر بودند. وقتی که همون در دوام مثال چند سالی که فعالیت کردیم، ای طرفی همون ای طرفی اعضا مثال همین میامدن عرض میکردن که مقصد برای یکون کمک یکون چیز نمیکنن گفته یک روز اساسا با خواهش خودشون ای همین نهضت برآمده رفتن که مقصد برای ما یکون منفیت نداره. مثال که ما پای کار زندگی خدمت میشیم و دیگه این یگان دمو فایده نداره. همش مثال پای کار زندگی خودش با خواهش خودش همون نهضت اسلام برآمده رفتن. منم در دوام همین طول سال نگاه کردم که مقصد این یگان کمک نیست، یگان منفیت یگان فایده مثال نه بر یک آدم عادی یا که بر دیگر کسی یگان کمک رسانده نمیشه. منم همون اعضای خدمت با خواهش خودم نوشتم که مقصد منم با همه نهضت اسلام تاجیکستان با خواهش خودم ایام چی برآمد ای نهضت برآمدیم. انا مقصد اینه که همون در بالا آدم بودگی همشون رهبرای همون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اونا برای منفعت خودشون کار میکنن، برای مثال خانه سازی و مثال همون زندگی خودشون برای همون آدمای عادی را که مثال در مثال ده و در دیگر جا هستن مثال اونا را یگان نگاهی نمیکنن، مثال یگان مجلس ها و یگان چیو نمیگذارندن، همون کار ساختکاری مثال بودن که مقصد همون خیلی اعضای ما همون رو گرداندن که مقصد یگان فایده نیست نمونه. انا بعد این مثال منم که دیدم که همون اعضایی که در اون بدن اونو چی کرده اونو رو گرداندن، منم ارزم نوشتم که مقصد که یگان فایده نبود برای منم، یگان کس فایده ندیده که مثال یگان یادم شد یگان چیه. منم ارزای خدمت نوشتم با خواهش خودم که من همین نهضت اسلامی تاجیکستان برآمد میکردم ارزم نوشتم. انا سال 1995 که وقتی که ما با این خونمون برگشتیم در خونه ما دیگر ادامه میشدن. مقصد انا ای طرفی دولت حکومت مثال اومدن سال 1995 همون خونه ما رو با ما برگردونده دادن. مقصد که ما حکومت دولت روزی هستیم که همون خونه و در ما را که چی کردن اونا رو با ما تعمیر کرده دادن که مقصد در همونجا زندگانی کنیم. بین مثال چند سال ده ای طرف حکومت ای طرف دولت در اونجا مثال ما رو نگاهبین میکردن. انا برای همین خاطر من جوانی که مثال در شهر ناحیه ها در دیگر دیگه ها اینا خواهش میکنیم که برگان مثال حزب حرکت های سیاسی که در مثال غیر دولتی هستن که چی هستن و اونا شامل نشوند در مثال گرد اطراف همون دولت حکومت مثال در یک برای خدمت وطن برای خدمت پدر مادر خود یک کوشش غیرت کنن، مثال وطن ما رو آباد کنن. من هم قید کردم که من قدر مقصد سواد کافی ندارم در اسلام. ای دیگر رو پرسان کردیم که مقصد درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اونا به ما گفتن که مقصد در اسلام همه حزب نبود است. خب حزب مقصد گویا که اونا برای یک منفعت خودشون استفاده ببرن اون را. همین ما وقتی که مقصد فهمیدیم ما بعد برگشتیم و همون فعالیت حزب مقصد رو کردیم.